من ایوب عظیمجان احمدجانی بود. از سال 2013 تا این جانب من در سایه محصولات قنادی صاحبکاری و فعالیت صاحبکاری میبرم. برای بیزنس داشتن چی در کار پیش است؟ برای بیزنس داشتن اول ایده به علم پیش پا میخورد، یک بار دو بار میخورد داشت روی افتاده میشه. شما چقدر شد با صاحبکاری مشغول؟ 2013. چی مجبور کردی که ایده را از کجا گرفتید که باش می‌خواید؟ من ایده من پیش اصلاش خودم حقوق شناس بودم که زمان دیگر شد وقتی که دولتی سابق شوروی برهم خورد. بعد از وقت بسیار وضع ها به سر آمد. بیزنس شکست نمیداند، این کار میکند، بانکرات میشد، قرض میگیرد از بانک، ایسی همه وضع به وجود آمد. بعد ثانی من خلاصه بودم که ما زمان دیگر شد یک چیز ساختن در کار که همین کار ما پیش برود، بیکار نمانیم. همین حاضر پایده شدیم، امروز میبیاد پگه میبیاد گفته پایم نمیشد. حاضر سرکن در کار کدام وای که نباشد همین پیدا شد ایده به استفاده بودن در کار. من یک جا کار میکردم، این کار از همون جا یاد گرفتم خیلی خطای کرده کار بردن نتونستم تا آخر. بعد محکم کردم. من این کار قپیدم، بعد هیچی نبود، لیکن از من قرض گرفتم، خانم زلا بمانده از من قرض گرفته، دستگاه ها از دولت خارجی گرفته آمده، دستگاه های بهترین خارج زمان که من کار برده ایستادم. یک پروسش من همین سید مراد دولت فعال مختصیم، یکمین آدمی که همین تاجیکستان به همین صاحب بیزنس برای خلقشان آموزش میدن. همین وقتای وضع بینیه ما این آدم بینیت خورسن که ما یک بار آمده من در این درسشون همین 100% با همون در آمدم اضافه شد. یک بار آمده بعدی وای با من این حاضر آمدیم، خدا خواهد ان شاء الله ما یک 3 مرتبه با در آمده، کمش 3 مرتبه 5 مرتبه اضافه میکنیم. چه چیزشان استفاده کردید که 3 مرتبه در آمده شد؟ همون کدام کاری که باشد روی افتاده نشه، وقتی که وضع بینی بیاد همون کرنگ گرید گفتم ترسیده روی افتاد شده ماندگر نمیشد. این یک وای همین یک نقطه کار کردم میگه خودش سکی موفقیت وای اون میگیرد. یک بار دو بار 3 بار غلطیده من نشد گفته ابرش نبرامدیم همین کار. چه چیز در بیزنس مهم است؟ مبلغ مهم، یکم به مبلغ نمیشد یگان کار. برای کلینت آوردن چی باید کرد؟ برای کلینت آوردن مارکتینگ و این توش که کسانی موجود رکلام ها تلویزیون با واسطه رادیو با واسطه اتوبوس ماشینا همه جا رکلامه، مغازه ها رکلام، بازار، اصنافکا. از کدام سال به صاحبکاری مشغول هستید؟ از 2013. چند نفر در کارخانه شما کار میکنند؟ حاضر در کارخانه ما زیاده از 20 نفر کارگر. چه نمود محصولات استفاده میکنید؟ محصولات قنادی، تورت، هر خیلی پیراژنی ها، هر خیلی پریانیکو، کوژیکو، پیچینیو، بولوشکا، کوژیک، لاکومکا، همین مایده شده چی که همین طلبات بازار هست همونجا ساخته میبریم. کمبودی ها بسیار معلم همشه درس گذشته همشه فهموندن بهترین. ما امروز ان شاء الله نه شدگیشنده یک 50% همین کارشان اجرا کنیم ما وقتی بالا میبریم. همین صحبت بسیار کلمه جان بس کنید. من بی‌نیاز می‌ندار از معلم سید مراد دولتوف که همین کار تشکیل کرده برای همین حاضر شرایط اقتصادی تاجیکستان خیلی وقتی ضرور به همین خلق شما آموزنده صاحب کارا رو هوشیار کرده راهی صاحب کاری و بیزنس آموزنده راهی نقض به من همه کدامی که در شما اومدن یگان تاش به نتیجه نه همش کارش پیش برفت است. ما بی‌نیت خورسان علینا.